پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 16 آگوست سال 2022 با صدور 2 فرمان سفیر کشورش در تاجیکستان را عوض کرد. در این مقام بعد 9 سال کارش در دوشنبه ایگور لیاکین فرالوف که از سال 2013 سفیر روسیه در تاجیکستان بود، سیمیون گریگوریف عوض میکند. سیمیون گریگوریف 62 سال داشته، سال 1960 در مسکو به دنیا آمده است و مگمای دانشکده معتبر روابط بین المللی را ختم کرده است. بنا به ترجمه حال رسمیش به چند زبان از جمله به انگلیسی، فارسی و دری و پشتو بلد بوده آزادانه صحبت میکرده است. سیمیون گریگوریف در وقتش در سفارت‌های SSSR در ایران و افغانستان کار کرده. طول 10 سال از سال 2008 تا 2018 سفیر روسیه در جمهوری خودخوانده ابخازستان بود و 4 سال آخر در وزارت خارجه روسیه رهبری دپارتمنت روابط با پارلمان، سازمان‌های جمعیتی و منطقه‌های روسیه را بر عهده داشت. سیمیون گریگوریف علاقه تجربه کار در تاجیکستان را دارد. در سالهای 2001 او به حیث مشاور سیاسی در دفتر صحت در دوشنبه کار کرده است. ایگور لیاکین فرالوف که روز 2 سپتامبر سال جاری به سن 74 میرسد، به احتمال غالب با ترک مقامش در تاجیکستان به نفقه گسیلانیده خواهد شد. به فرق از دیپلمات‌های غربی که در پی تعییناتشان به تاجیکستان کوشش میکنند تا زبان تاجیکی را یاد بگیرند و با مردم و حتی در جلسه‌های رسمی با زبان تاجیکی صحبت کنند، دیپلمات‌های روس در تاجیکستان همیشه کوشش میکنند که به زبان روسی حرف زنند و به آموختن زبان تاجیکی علاقه چندان نشان نمیدهند. حتی ماکسیم پیشکوف سفیر سابق روسیه در دوشنبه که فارسی را خوب میدانست کوشش میکرد که در همه جا به روسی صحبت کند. حالا ببینیم که آیا سیمیون گریگوریف در تاجیکستان به زبان روسی ترجیح خواهد داد. روسیه شریک اساسی استراتژی تاجیکستان اعتراف شده در این کشور بزرگترین پایگاه حربی خارجیش را با زیر 7000 افسر و عسکر جایگیر کرده است. حکومت کنونی تاجیکستان حضور پایگاه 201 روسیه را دست کم تا سال 2042 تمدید کرده آن را یک کفیل اساسی تامین ثبات و امنیت در جمهوری و منطقه می شمارد. تاجیکستان نه فقط از لحاظ سیاسی بلکه از نگاه اقتصادی نیز سخت وابسته روسیه است، چون که بیش از 1 میلیون نفر یا قریب نصف اهالی قابل کارش هر سال به جستجوی کار به روسیه می روند. روزگار اکثر عائله ها در تاجیکستان را اساساً پول‌های تامین میکنند که مهاجران تاجیک از روسیه به وطن به نزدیکان خود میفرستند. سال 2021 از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران کاری به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند.